هیچ که دستگیریم نمیکنم. هیچ که روز من بردم که ندارم که توکل ندارم که هیچ بستم کنم. جنابی ولی میگه که کامه قرار کسالی را نگاه کنین اوخی این همه یک کسالی کمی زود من هیچ که نگاه نمیکنم. مادر قرار دارم که در اویلتیجی بسیار گریه پر از سوز و گداز میکرد. وقتی که این نوار و چشم همون یک خیرخواه افتاد در حال تصمیم گرفت که یک خانه به این میخرم و توفه میکنم و این دعای مادر را میگیرم. مادر مهربان مبارک شوه این خانه نو، این حجتاش، این کلیتاش. رحمت کن پدر و مادرش رحمت کنه که در فرزند تربیه کنه کجای دا باشه خدا نگهبان تو باشه در پناه خدا باشه پروردگاری کریم اخر ذات انشاءالله با 500 دلار دیگه از طرف همون کسی که این خانه را به این مادر توفه کرد اینا در دست من هست. اینا 500 دلار را به دست این مادر میتیم با کمبودیویی که در این خانه دیده میشوه اینا پره کنه و دایم به دعا باشه. اینا مادر مهربان. آمین. خیر خداوند بازم خیراتون را قبول کنه و مادر شفا. پروردگاری کریم این 500 من عدد پروردگار من یا انشاءالله. آمین. خدا پروردگاری کریم چی مرادیم نفسری داره در الله اکبر. سلامت باشید. گفته است در اینجا کار در آنجا نخل بردار شوی تا سرفراز از فضل غفار که این رنجی تو آخر گنج دارد با یک احسان عطا دو چند دارد با یک احسان با یک قول 700 عوض بخشد خدا از فضل به حد. چرا با حق نبستی قرض و احسان ببینی تا به فردا جود سبحان تو میمیری و احسانت نمیرد به سختی های محشر دستگیرد بکن آن فکری تنگی در کشادی غم دین خور بجای عیش و شادی. واقعا غم دین است همه غم ها فروتر از این است. غم دنیا بیهوده است شیخ عطار میگه هیچ کس در این دنیا نیاسوده است. خداوند این خیرتونه این خانه که به این مادر توفه کردین خدا قبول کنه از قصرهای جنت خدا با نصیبتان بگردانه. چی نیتهای نیکی که در دلتان نهفته است خداوند به همه نیتها و آرزوها و تمنیاتتون برسونتان. الله اکبر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز در هر کجایی که هستین سلامت و سربلند باشین، کامیاب و موفق باشین، از همه بلاهای آسمانی و زمینی در امن و امان الله مهربان باشین. امروز ما در کنار یکی از مادرهای قرار داریم که مدتها شید از بیماری سرطان رنج میبرد. وقتی که این مادر نوارش یکی از خیرخواهان دید با ما تماس تلفنی گرفت که به سراغ این مادر برین که اگر واقعا بیمار است و در خانه اجاره میشیند و از این بیماری که دارد رنج میبرد بالای این از کمبغلی و از کمبیزاعتی او بسیار ناراحت است. من برای او یک خانه میخرم توفه میکنم تا که این مادر غم دیده در حق من دعای خیر کنه. از پروردگار طلب میکنم که خیر این خیر کننده را و این توفه که دارد تصمیم گرفته است خانه به این مادر توفه میکنه خداوند خیرش به درگاهش قبول کنه از قصرهای جنت الله مهربان با نصیبش بگردانه و صفی چنین خیرخواهان چنین شخصیت هایی که دارن خانه میخرن توفه میکنن دستی کمبغلان کمبیزاعتان معیوبان و یتیمان میگیرن خدا زیاده بکنه و در عوض این نیکیشان نیکی دنیا و آخرت الله مهربان براشان با نصیب بگردانه.
مادر مهربان، من از شما پرسان میکنم وقتی که در سایت های اینترنتی نوشته بود که من با کسل سرطان مرا نکشت، من کمبغلی دارم میکشه. وقتی که این نوار شما به چشم یکی از همین خیرخواهان افتاد، او در حال تصمیم گرفت و ما را به سراغ شما روی کرد. من میخوام که این لحظه که در کنار شما هستم از شما پرسان کنم که واقعا من دیدم که شما در یک حالت ناگوار قرار دارین و از این گفتگوهایی که ما شنیدیم درباره این شما چی میگین؟ ما چی خدمت کرده میتونیم شما را؟ رحمت کنم همی خانه اجازه را خریدین، رحمت کنم. من خواهش دارم که هم مثل یک سرپناه برای هم سرپناه چی کردم. انشالله که ما تصمیم ما همی است که فردا یا پس فردا ما حجت های خونه را تخت میکنیم و بر شما توفه میکنیم و باقی حیاتی که خداوند دعا میکنیم که عمری دراز ببینین و دارین قطعی فرزنداتون که هستین دعاگوی اینه که خیر کننده باشین. شما چند فرزند دارین؟ 7 فرزند. 7 فرزند دارین. در اینجا که واقعا این در یک آبشیجید این مادر زندگی میکنه که در یک ایتاج در یک اتاق به این رسیده است که در این ایتاج 4 خوجگی یا اتاقی تقسیمات شدگی است. در یک وانه و یک حاجت خانه در همین 4 خوجگی استفاده میکنن. واقعا هم دشوار است در اینجا زندگی کردن و در اینجا زندگی را پیش بردن. انشالله که مادر جان خدا خواهد فردا یا پس فردا که ما حجت های خانه را تخت کردیم با شما خانه را توفه میکنیم. شما از کدام رایون آمدین؟ در اینجا چند سالشی در این آبشیجی زندگی میکنین؟ شهر کلوب اومدم. 2014 اومدم. ای کلوب؟ ای کدام نوحی آمدین؟ چورباغ. ای چورباغ؟ چورباغ. چند سالشی اینجا زندگی میکنین؟ 17 سال. خیر انشالله که شما زیغ نشین. انشالله که باقی عمر که خداوند برای شما چند قدر معین کرده است ما شما را به خانه نو میگذرانیم. فقط از شما خواهش که در حق این خیر کننده دعاگوی نیک باشین. انشالله که وطنی تنج داریم، وطنی امن و امان داریم، وطنی صلح و ثبات داریم. به همه چیزها انشالله که ما میرسیم. فقط دعا کنیم که همین وطن ما داریم تنج باشه، صلح و ثبات باشه، در خانه هر یک فرد تاجیک لبخند باشه و صدای خرسندی بلند شود. شما در حق اون خیر کننده یک کوت و حقق دعا کنین که خداوند این تصمیم گرفته شه و این نیت چه خدا خیر بگردانه و پروردگار در پاداش این چی نیت هایی که داره به همون نیتاش برسانه شه و رضاگیش الله براش نصیب بگردانه. آمین. خدا پروردگار کامی که ایامی چی من با خبر شده، خدا پروردگاری کریم، خدا پروردگاری کنیم این خانه خرده بشه چند برابر زیاد کنه. پروردگاری کریم خیر شده درگاهش خدا قبول گردانه. پروردگاری کریم مادری عزیز کامی هستی خیر کردی، خدا خیر شده درگاهش قبول گردانه و خدا همه ایای دیدی ما با خبر شدیم. خدا شما را خدا نگاه میدونه. آمین. خدا پروردگار کامی که ما را چی میکنن خدا نگهبانش باشه. آمین. الله اکبر. خداوند دعای نیکی این مادری بیماره در حق این خیر کننده قبول کنه. آمین یا رب العالمین.
خیلی که میبینین من در کنار مادر قرار دارم که در اویلتیجی بسیار گریه پر از سوز و گداز میکرد و طلب میکرد و درخواست میکرد که بسیار از بیماری سرطان رنج میبره. با وجود این که این خیلی کسلی وزبین داره این مادر مهربان با از کمبغلی و از ناداری بسیار غمگین و محزون بود. وقتی که این نوار به چشم امان یک خیرخواه افتاد، در حال تصمیم گرفت که یک خانه به این میخرم و توفه میکنم و این دعای مادر میگیرم. این الحمدلله ما در خانه نو این مادر قرار داریم که این خانه الحمدلله 2 هجرگه است، همه شرایطش قطعی. این انشاءالله ما این خانه را به این مادر مهربانمون توفه میکنیم و از این مادر در حق این خیر کننده که این خیل نیکی، این خیل تصمیم خوب گرفتن و این خانه توفه کردن، در حق ایشان دعاگویی نیک باشند. این مادر مهربان مبارک شوه این خانه نو، این حجتاش، این کلیتاش. من از شما در حق این کسی که خانه را برای شما توفه کرد و او خواهش کرد که نام من گرفته نشود، در حق او شما دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. لای آمین. پروردگار کریم، آمین. کامی که غمی ما را که خورده کمک کرد به ما، دستگیری ما را که 17 سال من در بدرم تای گشتم، امروز به کسری همین سرطانم تای گرفتار شدم، در همین چی خدمت پرت افتم. همین خیر کننده که من دید دلش سوخت به من خیر کرد، خدا خیرش قبول کنه. پروردگاری کریم حق داری هیچ بروش باز باشه. پروردگاری کریم فرزنداش سرش کنه کم مادری باشه. خدا پرورده تاج دولت دستش برزونه، 100 کنه، 100,000 کنه، 1000 میلیون کنه. خدا اخار ای دنیا و آخرت خونتش. خدا پروردگار نه در ای دنیا نه در آخرت خورزارش کنه. پروردگاری کریم خیلی که همه ما را رحم کنه. خدا پروردگار رحمی همه رحمی ما را خود خدا رحمی امورن بخره و خدا پروردگار تاج دولت در سر امو آدم بریزونه. خدا پروردگار کم مادری هست، کم چی هست، خدا پروردگار ای فرزندات سرت کنه. خدا پروردگار ده چی بیشتر بروشوی کنه. خدای خداوندان کریم چی مراد چی حواسی داره امو خاله، خدا حواس آرمان شو پروردگار جامعه عمل شو پروردگار کریم. بسم الله الحمدلله ربی العالمین یا ربی. سلامت باشی. از پروردگار طلب میکنیم که شما را شفای کامل و عاجل بتیا. سلامت باشی، سلامت باشی، بهترین خدا شفاتون بتیا و دائم در این خانه خرسندی ها ببینین. و برای این خیر کننده شاعر گفته است: در اینجا کار در آنجا نخل بردار، شوی تا سرفراز از فضل غفار، که این رنجی تو آخر گنج دارد، به یک احسان عطا دو چند دارد، به یک احسان به یک قول 700 عوض بخشد خدا از فضل به حد. چرا با حق نبستی قرض و احسان، ببینی تا به فردا جود سبحان. تو میمیری و احسانت نمیرد، به سختی های محشر دستگیرد. بکن آن فکری تنگی در کشادی، غم دین خور بجای عیش و شادی. واقعا هم غم دین است، همه غم ها فروتر از این است. غم دنیا بیهوده است، شیخ عطار میگه هیچ کس در این دنیا نیاسوده است. خداوند این خیرتونه، این خانه که به این مادر توفه کردین خدا قبول کنه، از قصرهای جنت خدا با نصیبتان بگردانه. چی نیتهای نیکی که در دلتان نهفته هست خداوند به همه نیتها و آرزوها و تمنیاتتون برسانتان. الله اکبر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.